بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، امروز درس ما موضوع دیگری عقیدوی درباره صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم و انشاءالله اگر وقت ما رسید درباره خلافت حضرت ابوبکر است. و امروز در درس انشاءالله درباره فضل صحابگان، یعنی چگونه آنها فضیلت بالا داشتند، درباره این معلومات دار می شود و این چنین درباره بعضی از مسئله های مهم و ایدی معامله یا گفته محبت و در قلبمان یا حتی در ذهنمان چگونه جای کردن صحابگان پیامبر. مؤلف اینجا میگویند و نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، و مایان صحابگان پیامبر را دوست می‌داریم. ولا نفرط فی حب احد منهم، اما برابر دوست داشتن در مسئله محبت آنها از حد نمیگذرانیم. ولا نتبرع من احد منهم، و از یگان تای صحابگان پیامبر براءت نمیجوییم، یعنی من از او بیزارم نمیگوییم. و نبغض من یبغضهم، و بد میبینیم هر کسی که صحابگان پیامبر را بد میبینند. و بغیر الخیر یذکرهم، و بد میبینیم هر کسی که صحابگان پیامبر را با غیر خیر یعنی با بدی یادآوری میکنند. ولا نذکرهم الا بخیر، و ما یگان صحابه های پیامبر را به جز خیر با چیز دیگر ذکر نمیکنیم. و حبهم دین و ایمان و احسان، و محبت صحابگان این دین و ایمان و احسان است. و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، و بد دیدن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم این کفر و منافقی و طغیان گناه است. اینجا مؤلف تهاوی برای رافضی یا شیعه هایی که بر علی لعنت میکنند حضرت ابوبکر را و طعنه میزنند در عرض حضرت عایشه و حضرت عثمان و عمر را لعنت میکنند و حتی کافرشان میخوانند و آنها رد میزنند و میگویند نه، ما اهل سنت و جماعت تمام صحابگان پیامبر را دوست می‌داریم، برای آنکه الله درباره صحابگان پیامبر میگوید در سوره توبه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. و آنهایی که سابقون و اولین بودن، یعنی اولین شده در دین اسلام داخل شدن از مهاجران و از انصار، آنهایی که اهل مدینه هستند و آنهایی که پس از آنها آمدند و با احسان پیروی کردن، الله از آنها راضی شد و آنها نیز از الله راضی هستند و پروردگار برای آنها جنت هایی که در زیر آن نهرها یا دریاها جاری است آماده کرده است، در آن همیشه میمانند و این پیروزی بزرگ است. یعنی الله در اینجا سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار گویان درباره صحابگان، چه اهل مکه باشند چه اهل مدینه، چه آنهایی که بعداً آمدند و پیروی کردند، اینها را مدح میکند. در آیت دیگر الله در سوره فتح در آخران آیتش میگوید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در دوامش میگوید تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. محمد رسول الله می باشد و آنهایی که همراه او هستند، یعنی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از صفاتهایشان این است که اشداء علی الکفار، با کافران خیلی درشت و بدرفتار یا گفتیم سنگین هستند، با آنها با جرأت و با شهامت و با سختی رفتار میکنند. رحماء بینهم، اما بین خود خیلی مهربان هستند. و در دوامش میگوید آنها را میبینی که همیشه در رکوع و سجده هستند، در سیمای آنها آثار سجده بیان است، یعنی عبادت های آنها در چهرهشان هم نمایان است. یعنی پیامبر را و این چنین صحابگان را الله در این آیت برای ما تعریف میکند والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در آیتی دیگر میگوید الله در دوام همین آیت
ببخشید در دوام همین سوره لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در حقیقت الله راضی شد از همان مؤمنانی که صحابگانی که همراه تو زیر درخت بیعت کردند که ای پیامبر الله ما برای دین تو می جنگیم، دفاع میکنیم و اصلا عقب نشینی نمیکنیم. این چونین در آیت انفال هم میگد ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، این یعنی مهاجران و این چونین انصار، اینها علل خصوص درباره اهل مکه که ابوبکر و عمر و عثمان و اینها همگی از حضرت علی و از مکه هستند. الله میگه آنهایی که ایمان آوردن و در راه الله هجرت کردند، یعنی جای زیستی خود را برای الله ترک کردند و جهاد کردند به اموالهم و انفسهم، هم با مال خود هم با جان خود، هم مال خود را فدای اسلام و پیامبر اسلام کردند و هم جان خود را فدای اسلام و فدای پیامبر الله کردند که وقتی اعلان جهاد میشد اولین شده اینها دویده به میدان میرفتند. و در دماش والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، آنهایی که به پیامبر پناه دادند و به پیامبر کمک کردند، نصرت دادند، از اهل مدینه چه از اهل مکه هم باشد، اینها اولیاء بعض با همدیگر دوست هستند، اینها با همدیگر ولی هستند. در آیت دیگر الله میگوید در سوره حدید لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اصلا آنهایی که پیش از فتح مکه ایمان آورده بودند و با پیامبر جهاد کرده بودند مانند آنهایی که بعد از فتح مکه بعضی ها از روی ترس و دیگر اجباری ایمان آوردن برابر نیستند. یعنی اصلا آنهایی که وقتی که پیامبر دعوتشان کردند و آنها را از هر طرف خطر تهدید میکرد ایمان آوردند و به پیامبر کمک کردند برابر نیستند، مثلا امثال ابو سفیان و مثلا صوفان و اینها که بعد از اینکه فتح را پیامبر مکه را پیامبر فتح کردن اینها دیگر ایمان آوردن. اصلا مثلا اینها مثل ابوبکر و عمر و ابوذر غفاری و عبدالرحمن ابن عوف نیستن، آنهایی که گفتیم دیگر علاج نداشتند با جز اسلام آوردن و آنهایی که از پیش خود ایمان آوردن. و این چونین در سوره 8 هم هست خواهران عزیز، آیتی که درباره صحابگان الله صحبت میکند و صحابه ها رو به ما شناس میکند. الله میگه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. آن همه فقیران و مهاجران، آنهایی که خانه و در خود را ترک کردند، اخرجوا من دیارهم، آنها خارج شدن از وطن خود، آنها به خواست خود نبرآمدند، مجبور بودند تا مکه که در آن وقت دارالکفر بود و اهل مکه خیلی اذیتشان میکردند، بیرون شدند، بیرون کرده شدند از دیارشان و اموالشان و مال ملکشان، خانه و درشان. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و سبب بیرون شدن از خانه و درشان، بیرون شدن از سرزمینی که در آن تولد شدند و بزرگ شدند و صاحب مال و کال شده بودند، سببش این بود که فضلا من الله و رضوان، برای دریافت رضایت الله و فضل پروردگار بیرون شدند و برای نصرت دادن الله و پیامبر. آنها برای زندگی خوب به مدینه نآمدند، آنها برای زندگی بهتر نآمدند، نه گفتند ما از این وطن بیرون میشویم به مدینه میرویم تا که به پیامبر الله در نصرت دینش، در پهن شدن دینش کمک کنیم. اولئک هم الصادقون، انا اینها در ایمان خود صادق هستند، ایمان اینها راستی هست. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، و اما آنهایی که صاحب مدینه هستند یا اهل مدینه که اینها صاحب همون خود مدینه و ایمان هستند، یعنی اینها هم ایمان دارند و هم همون زمینی که به آن هجرت کرده می شود صاحب آن هستند، خیلی دوست می دارند هر کسی که به نزد آنها هجرت کند. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، و اون چیزی که برای مهاجرین می دهند در قلب آنها هیچ چیزی، یعنی چرا دادن، بخیلی و غم و حسرت دیده نمی شود. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و اگرچه برایشان وزمین است ولی
صحابگان پیامبر رو، مهاجرین از مکه آمده رو از خود بالاتر میدانند و چی میگفتن؟ مال ما مال شما، زمین ما زمین شما، شما خانه ما خانه شما. اینجا یعنی دیگر وطن شما گویان جا داده بودند. و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. و هر کسی که بخیلی خود را فرو برد، با بخیلی خود بجنگد و اگرچه بخیلیش اجازه ندهد هم صدقه میکند، انا اینها رستگارانند. یعنی اینجا الله هم درباره مهاجرینه که خانه و در و زندگی خود را به خاطر الله و پیامبر، به خاطر دین اسلام ترک کردن با ما صحبت میکند و آنها را مدح میکند، هم درباره انصار اهل مدینه که درهای خود را باز کردند برای مهاجرین و گفتند شما اهل ما هستید، شما گویا که از این به بعد عائله ما هستید. گویان مال و ملک و زمین خود را با آنها در میان گذاشتند. پس این آیت ها چی میگوید؟ این آیت ها به من و شما کی بودن صحابگان را، کی بودنی آن نفرانی که جان خود را، مال خود را فدای پیامبر و فدای دین اسلام کردن صحبت میکند که انا آنها بودند که دین اسلام تا فارس و تا روم رسید و زمانی بود که 2-3 نفره که ترسیده و نصفه شب و سحری بر وقت به مدینه هجرت کرده بودند، کل دنیا از آنها می ترسید. نام عمر فاروق را امپراتور روم و دیگر شاهنشاه فارس وقتی می شنید دیگر به لرزه می در آمد که عمر فاروق آنجا هست. اینها همون شاگردان مکتب محمدی صلی الله علیه و سلم بودند که از اینکه از نفس خود گذشتن، دنیا درهایش را به آنها باز کرد و مردم دیگر در اطاعت آنها بود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه شاگردان، این گونه صحابگان تربیت کردند و ایمان در قلب اینها این گونه منور شده بود که اینها نه از بخاطر الله از مالشان می ترسیدن، نه از جانشان. جانم فدای خود اسلام باشد، مال من همش فدای اسلام باشد، نه من از کمبغلی می ترسم نه از مرگ. انا این گونه فدا شدن و فدا کردن صحابگان پیامبر اسلام را در تمام روی زمین پهن کرد و مسلمان ها عزت داشتند که هیچ یک امت این گونه عزت نداشته بود. اما وقتی عکس این شد، مسلمان ها از مرگ ترسیدن، مسلمان ها از کمبغلی ترسیدن، چگونه که امروز میبینید دولت های عربه که این همه نفت و این همه بایگری دارد، به کسی نه از آن نفتش میدهد، نه به کسی، یعنی به مسلمان کافر یک طرف استاد پاره زمینش رو نمیدهد یا پناهی نمیدهد. دیده ایستادید که دیگر مسلمان ها به جای اینکه فتح کنان، غالب شوان به زمین کافران درآیند، ما بیچاره ایم گویان پناهنده شوان به آن زمین ها می درآیند. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در صحیحین است و حدیث خیلی حدیث تربیوی است خواهران عزیز، بار بین خالد ابن ولید و عبدالرحمن ابن عوف مشکلی می شود. یعنی جنجالی که بین همه می شود و از این می براید که صحابگان پیامبر اگرچه صحابه بودند، در آنها همان نفس انسانی وجود داشت، خواه و ناخواه آنها به بعضی مشکلی ها بین خود رو برو می شدن. و می دانید که خالد ابن ولید نزدیک‌های فتح مکه ایمان می آورند. آره، و عبدالرحمن ابن عوف از سابقان اولین هستند. و خالد ابن ولید عبدالرحمن ابن عوف را دشنام میکنند و پیامبر میگویند به خالد لا تسب احدا من اصحابی، یگان تا صحابه مرا شما دشنام نکنید. ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه. اگر یکی از شما، یعنی آنهایی که دیرتر ایمان آوردید، مثل صحابه هایی که پیشتر ایمان آورده بودند، یک کوه از طلا رو اگر صدقه کنید هم یک مد، یعنی 2 کف دست یا نصف آن صدقه صحابگان پیشتره مرا برابر نمی شود. یعنی ای خالد، اگر تو مثل کوه احد، مثل این کوه طلا صدقه کنی هم مثل یک مقدار کم صدقه عبدالرحمن ابن عوف نمی شود. برای اینکه تو بعد از اسلام خیلی قوی شدن اسلام آورده و مسلمان شده. عبدالرحمن ابن عوف از همان اول روزها اسلام آورد و این همه مشکلی ها را در راه دین کشیده بود. و اینجا خواهران عزیز
اگرچه دو صحابه با هم تلاش داشتن، پیامبر صحابه هایی که پیشتر بودن آنها رو چی گفتن؟ آنها رو یعنی شما اصلا مانند آنها نمیشوید، آنهایی که دیرتر ایمان آوردید، و وای بر حال آنهایی که بعدی آمدند و درباره ابوبکر تن میزنند و درباره عمر و درباره نمیدونم عثمان و تو چی کردی برای اسلام شخصا؟ و علل خصوص نفرانی که در یوتیوب امروز بعضی تاجیک ها هستن، من نام گرفتن از خصلتم نیست، رو بروی دوربین می نشینن. عمر مگر این را نکرده بود؟ تاجیک هستن. عثمان این را نکرده بود؟ یا اینکه ابوبکر اینها رو نکرده بود؟ تو کی هستی؟ ابوبکر کی هست؟ تو یعنی به خاطر اسلام تو چی کار کردی به جز نشستن و طعنه زدن؟ آنها که جان خود را در راه الله دادند همگی شهید هستند، آنهایی که مال خود را در راه الله دادند، آنهایی که پیامبر آنها را گفتند لا تسبوا او اصحابی، یا گفتند شما اصلا مثل آنها نمیشوید، آنهایی که الله برایشان خبر داده است رضی الله عنهم، الله از آنها راضی هست. تو یعنی هیچی کرده نیستی. خیلی بیچاره هستند سبحان الله، و خیلی احمق و جاهل هم هستند که تو کی هستی و ابوبکر کی هست، تو کی هستی و عثمان کی هست، یعنی تو چی کار کردی و آنها چی کردی؟ یا بعضی ها هستن مگر همین خطاگی ها سر نزده بود؟ میگن مثلا درباره حضرت عثمان صحبت میکنند، خطاگی رو همه میکند، همه صحابه ها خطاگی داشتن، اما ثواب و عمل های مثل کوهی آنها خطاگی های آنها رو جبران کرده است. اما تو چی کردی؟ تو چی کردی که میتوانی بگویی من هم این گونه جان فدایی برای اسلام کردم؟ آیا میتوانی مثل صحابه های پیامبر با جان و با مال خودت برای الله، برای فدا کردن در راه الله از خانه برای؟ نه، اینها رو ما کردن هم نمیتوانیم، و خیلی عیب است که امروز دو سه نفره که خیلی گفتم به ناخن پای صحابه ها نمیبرایند، برایند درباره طعنه زدن نسبت صحابه ها صحبت کنند. و در دوامش اینجا خواهران عزیز وقتی که درباره حدیث ها صحبت می رود، پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره صحابگانش خیلی گفتم پیشتر بوده و بعدن بوده، حتی فرق کردگی هستند و اصلا ابوبکر صدیق و عمر و عثمان و علی برابر نمی شوند با صحابگانی که بعدن اسلام آورده بودند، و اصلا آنهایی که بعد از صحابه ها آمدند، چه از تابعین و چه از تبع تابعین و دیگرها، برابر نمی شوند با صحابگان. و اینجا از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث دیگر هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الناس قرنی، بهترین مردم آنهایی که در عصر من زندگی میکنند، سپس آنهایی که بعد از اینها می آیند یعنی تابعین ها، سپس آنهایی که بعد از اینها می آیند تبع تابعین ها، یعنی اینها بهترین ها هستند، آنهایی که خالصانه برای دین الله به خاطر الله خدمت میکنند و جان میدهند. اما آنهایی که بعدی می آید میدانید که طرف دیگر السابقون اولئک المقربون، اما در دوامش الله چی میگوید؟ سلة من الاولین و قلیل من الاخرین، کم شده رفتن میگیرد. عبدالله ابن مسعود میگویند پروردگار به قلب بنده هایش نگاه کرد و بهترین قلب، بهترین دل را دل محمد یافت و او را به پیامبری برگزید و برای خود پیامبر کرد. سپس باز به قلب مردم نگاه کرد و بهترین دلها را دلهای صحابگان پیامبر یافت و صحابگان پیامبر را به صحبت پیامبرش، به همنشینی پیامبرش اختیار کرد. پس بدانید که اینهایی که همراه پیامبر بودند، اینها وزرای پیامبر هستند، جانشین پیامبر هستند، اینها برای دینشان جنگیدند و اینها برای دینشان فداکاری کردند و اینها بهترین مردمان هستند. خواهران عزیز، اگر درباره صحابه ها که خیلی در همین مسئله باید جدی باشید، حداقل فرزندان شما درباره کی بودن ابوبکر و کی بودن عمر و کی بودن عثمان و علی و اینها درباره صحابه ها، صحابه زن ها، دخترک ها با خبر باشند. درباره وقت زندگی اینها میخواند میبینید که بجز
فداکاری برای اسلام کاری نداشتند و اینها در حقیقت لایق و ارزنده هستند با همنشین شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت موسی، حضرت عیسی، خصوصا حضرت عیسی هم حواریین خود را داشتند، یعنی اصحاب یا دوستانی که در اطرافشان بودند و حتی بعضی کرامات ها در آنها بود. گویان در کتاب انجیل و دیگر بعضی روایت های مسیحی ذکر می شود. اما وقتی به زندگی صحابگان پیامبر نگاه میکنید، سبحان الله، گویا زندگی هست که مثل یک پیامبر است، یعنی به مبالغه. وقتی به فداکاری آنها و به تمام حیات آنها نگاه میکنید، میبینید که چقدر اینها برای اسلام فداکاری کردند و حتما باید درباره اینها معلومات داشته باشیم و معلومات درباره صحابگان سبب قوی شدن ایمان ما و درباره چقدر ما فرق داریم با آنها. و وقتی امروز سوال می شود که چرا اسلام در وقتش پیروز بود و امروز اینقدر ما مسلمان ها ضعیف هستیم، می بینید که آخر مسلمان ها در آن زمان چیکار کردن که به آن پیروزی رسیدند و من و شما چیکار میکنیم؟ من و شما امروز برای خواندن یک جزء قرآن تنبلی میکنیم، برای روزگیری و دوشنبه و پنجشنبه تنبلی میکنیم. کجا رسد برای پول مالمان را برای الله فدا کردن؟ کجا رسد برای جانمان را، فرزندانمان را برای الله فدا کردن؟ ما به خاطر یک لحظه من را به خاطر اسلام برای صرف کردن فکر میکنیم چه خیلی میشده باشد، از کجا پیروزی به ما می آمده باشد. در دوامش مؤلف وقتی میگن ولا نفرط فی حب احد منهم، یعنی ما در دوست داشتن محبت آنها از حد نمیگذاریم. چه خیلی که میدونید شیعه ها اینقدر پیامبر رو دوست، ببخشید، ما حضرت علی رو دوست میدارند که حتی در اذانشان علی ولی الله میگویند. بعد از پیامبر محمد رسول الله گفتن علی ولی الله میگویند و حتی گروه در آنها هست که میگویند نبوت بین محمد و بین علی جدا شده است و محبت حضرت علی رو تا درجه حتی بعضیشون تا خدایی برآوردن که یا علی مدد یا علی مدد گویا میگردن، یعنی ای علی مدد کن. ما اور پیامبر، صحابگان پیامبر رو دوست میداریم، احترام میکنیم، اما صحابه هست، صحابه پیامبر نیست. خطاگی از آنها مثلا سر میزنه چگونه که سر زده بود، اما معنای سر زدن خطاگی این نیست که ما آنها نسبت آنها به حرمتی کنیم و معنای آنها صحابه بودن آنها این نیست که اینقدر آنها رو بالا گیریم که دیگر گوییم آنها مثل پیامبرند یا نعوذ بالله آنها به ما مدد کنند گویان دعا کنیم. و این چونین اصلا به خاطر خطاگی از آنها، از یگان تای آنها مایان بیزاری نمی جوییم. چگونه که رافضه یا شیعه چیکار میکنن؟ بیزاری می جوین از حضرت ابوبکر و از عمر و از عثمان و از چند صحابه های دیگر و اکثری آنها رو به جز 2-3 صحابه، خطا نکنم ابوذر غفاری و سلمان فارسی و اینها دیگر صحابه ها رو حتی تکفیر هم میکنن. نه، ما صحابه ها آرچ خیلی گفتم بین خود مشکلی داشتن، اما اصلا این معنایش این نیست که ما بگویم من بیزارم از این کار صحابه. صحابه ها آنها در مدرسه پیامبر خوانده بودند و بین صحابه اگر مشکلی شد مثل مشکلی که بین هر یک انسان می شود. خواهران عزیز، مشکلی که بین هارون و بین حضرت موسی شده است در قرآن است. در سوره طه هست که وقتی حضرت موسی می آیند و بینن که مردم گوساله پرست شده است، از گردن برادرشان هارون میکشند و میگن چیکار کردی تو؟ اینها رو به کجا رساندی؟ چرا اینها در یک لحظه این گونه بت پرست شدند؟ یعنی بین آنها تلاش می شود، بین اگرچه صحابه بودند و بین صحابه ها هم خیلی که بعضی مشکلی ها، بعضی فتنه ها شده گذشته بود، اما ما کجا و آنها کجا که ما درباره آن محاکمه کنیم؟ و آنهایی که خیلی زیاد در همین باره چقور می روند، ژرفتر میخواهند بکوبند درباره بعضی مشکلی هایی که بین حضرت علی و حضرت عایشه شده بود یا بین مثلا حضرت معاویه و حضرت علی شده بود. عزیزان، تاریخ رو باید بدانیم. آره، دانستن تاریخ دانستن اصل خود است، اما درباره فتنه هایی که بین آنها شد هر چیز زیاد دانستن و حکم کردن که اینجا این خطا بود این خطا نبود به ما در مسئله ایمان چی فایده میدهد؟ بعضی خواهرها در همین باره سوال میدهند به ایمان تو چی فایده میدهد؟ آنها در نزد پروردگار، در نزد دینشان، در نزد
ربشان عملهای خود رو کردند و رفتند. من و تو چیکار کردیم که خودمون رو بمانیم و به آنها بچسبیم؟ شخصا از من و تو وقتی الله میپرسد تو چیکار کردی برای دینت، تو چیکار کردی همچون بنده، ما چی جواب میدهیم؟ که آنها البته برای جواب دادن هستند که میگویند من در این جنگ، در این جنگ، در این جنگ، در اینجا، در آنجا مالم رو، جانم رو، فرزندم رو فدا کردم. من و شما چی میگیم درباره خودمون که ما چی رو فدا کردیم تا همین روز؟ مویان فقط یک، خصوصا زنها، من خواهرانی رو میشناسم که به خاطر یک جمله که درباره درس از یگان خویش و تبار یا شوهر یا پدر و مادر میشنون از بحر همه درس میبراین. به خاطر یک بیماری که از مثلا یا یک خستگی که به خاطر درس ها میکشن از بحر همه چیز میبراین. یا برادرانی که من شخصا اصلا مثلا مقداری پول یک ماشین رو برای دین اسلام در حیاتشان صرف نمیکنند، پول یک ماشین استاد یک پول کوچک رو هم برای دادن خیلی فکر میکنند. ما کجا و صحابه های پیامبر کجا که امروز بگوییم کدام آنها خطاکار بود، چرا این رو کرد، چرا این رو نکرد؟ این مسئله درباره صحابگان پیامبر بود. در مسئله دیگر از خواهران عزیز، مسئله خلافت حضرت ابوبکر و چه خیلی گفتیم محبت صحابگان پیامبر این دین و ایمان است، احسان است، چون آنها به پیامبر نصرت دادند، همراه پیامبر بودند و بعد دیدن آنها کفر است و به انصافی است که تو آنهایی که در اطراف پیامبر بودند و به پیامبر نصرت دادن آنها رو بد ببینی و خیلی شرمندگی است که درباره آنها محاکمه بکنید. خیلی گفتم تو در کجا و آنها در کجا هستند. در دوامش میگویند و نثبت الخلافت بعد رسول الله اولا لابی بکر صدیق، بعد از این به عمر. در دوامش میخوانیم تفضیلا له و تقدیما علی جمیع الامه، و ما ثابت میدانیم خلیفه بودن رو بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اول به ابوبکر صدیق، چون فضل او بالای دیگر صحابه ها بالاتر است و او را از دیگرها پیشتر میدانیم. یعنی فضل ابوبکر صدیق را از دیگر صحابه ها بالا میدانیم. و چه خیلی میدانید بعد از مرگ پیامبر اول شده حضرت ابوبکر خلیفه می شوند، 2 سال و چند ماه دوام می کند. بعد از این حضرت عمر 10 سال و 5 ماه تقریبا دوام می کند. بعد از این حضرت عثمان 25 سال بود، 23 سال دوام میکند. بعد از این حضرت علی 4 سال زیادتر. و بعد از این دیگر مسئله خلافت، جنگ و جنجال و بین صحابه ها چه خیلی که پیامبر خبر داده بودن به پادشاهی تبدیل می شود. و حضرت ابوبکر خواهران عزیز چگونه خلیفه شدند؟ چرا بعد از پیامبر حضرت ابوبکر خلیفه شدند، یعنی جانشین پیامبر شدند و همچون چه شدند حاکم یا سردار مسلمان ها؟ بعضی علما میگویند پیامبر اشاره کردند، اشاره صریح کردند که ابوبکر باید بعد از من خلیفه بشود. بعضی ها میگویند نه، ابوبکر و مسلمان ها بین خود اختیار کردند. ابوبکر و پیامبر اشاره نکردند، مسلمان ها بین خود اختیار کردند. درباره اینکه بعضی اشاره های بود که حضرت ابوبکر خلیفه شوند، اولا خواهران عزیز درباره حضرت ابوبکر وقتی میخوانیم میدونید که وقتی که پیامبر شده بودن، از ثروتمندترین مکه و آبرومندترین مکه حضرت ابوبکر بودند. و ابوبکر آبرویی که در بین اهل مکه داشتن دیگران نداشت و این ابوبکر بودن که دوست نزدیکی پیامبر بودند و هرچی پیامبر میگفتند تصدیق میکردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره حضرت ابوبکر خیلی زیاد حدیث گفتگی هستند که انشالله کم کم میخوانیم. و آنهایی که میگویند پیامبر بعد از خود ابوبکر خلیفه شود گفتن، یک چند اشاره های کردن، یعنی یک چند اشاره های از پیامبر دیده میشد که پیامبر میخواستند بعد از خودشان
ابوبکر شود. از جمله از مشهورترین اشاره ها این است که خیلی که حدیث در صحیحین است، در وقت بیماری پیامبر، در چند روزه که پیامبر بیمار بودن، پیامبر فقط گفتن ابوبکر به جای من با مردم نماز خواند. این چونین پیش از بیماری خود هم وقتی در مشکلی یک قبیله پیامبر می روند برای حل مشکلی آنها، تا آمدنشان حضرت ابوبکر به پیش می گذارند، امام می شوند و پیامبر وقتی پیش می آیند اشاره می کنند که، یعنی وقتی پیامبر به نماز می آیند اشاره می کنند که ابوبکر تو نمازت رو دوام ده و در پیش ابوبکر می ایستند، ولی ابوبکر از روی خاکساری به عقب می ایستند که می گویند نه، نباید پسر ابی قحافه یا نباید ابوبکر در پیش پیامبر ایستاده نماز خواند. و پیامبر از اینکه در وقت بیماری خود گفتند به جای من ابوبکر نماز خواند و مردم با ابوبکر به ابوبکر اقتدا کنند. و این چنین در حدیث در بخاری هست، زنی به نزد پیامبر می آید، پیامبر یعنی با مشکلی می آید، پیامبر میگه بعداً بیا. آن زن میگه اگر آمدم و تو را نیافتم چیکار کنم؟ پیامبر میگن اگر مرا نیافتی به نزد ابوبکر، یعنی از ابوبکر پرس. و این چنین حدیث از حذیفه ابن یمان است که پیامبر میگویند به این دو نفر بعد از من اقتدا کنید، یکی ابوبکر، دیگر عمر. و پیش از مرگ خود چند بار پیامبر میگویند به من کتاب، یعنی ورقه را بدهید من بگویم، بنویسید درباره ابوبکر. اما چی درباره ابوبکر؟ نه من میخوام چیزی رو درباره ابوبکر نویسید میگویند، ولی کتاب به دست پیامبر داده نمی شود. و این چنین حدیث در صحیحین است که پیامبر میگویند من بار خواب دیدم که من در نزد چاه هستم و از آن آب میکشم و خیلی از آن آب کشیدم. سپس ابن ابی قحافه آمد، یعنی ابوبکر آمد و او هم یک یا دو دلو یا سطیل آب کشید و از در وقت آب کشی به عذاب آب میکشید، یعنی ضعیف بود آب کشی او، معنای اینکه خلافت او دور و دراز نمی شود. و الله غفر الله له، این دعای پیامبر بود، الله او را ببخشد. بعد از این عمر آمد و عمر وقت آب کشید، در وقت آب کشیدنش همون سطیل آبکش خیلی به سطیل بزرگ تبدیل شد و اینقدر عمر آب کشید که در اطراف همون چاه حتی مردم آمدند و در آنجا خیمه زدند و شترها رو آوردند و خیلی، یعنی مدتی زیاد عمر آب کشید. و این خواب پیامبر به آن تعبیر بود که بعد از من عمر ابوبکر خلیفه می شود، اما مدت خلافت او کوتاه است، خیلی گفتن فقط 2 سال و چند ماه دوام کرده بود، 2 ماه تقریبا. اما بعد از این وقت عمر خلیفه می شود خلافت او خیلی قوی می شود و در زمان عمر خیلی به اسلام و به دولت اسلام دیگر دولت ها پیوست می شوند. خیلی که می دونید فارس و روم هم در آنجا به اسلام یا گفتیم تسلیم شده بودند و خلافت عمر در حقیقت خلافت بود که دیگر دنیا رو به لرزه آورده بود. و این خواب پیامبر هم دلالت می کند به آن که چی کنند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم بگویند که بعد از من ابوبکر خلیفه می شود. و درباره اینکه پیامبر خواهران عزیز خیلی ابوبکر رو دوست می داشتند، وقتی از پیامبر پرسیده می شود که تو کی رو دوست می داری، می گویند از مردها ابوبکر و از زنها دختر ابوبکر را. یا در حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیح بخاری مسلم از خطا نکنم، بار بین حضرت ابوبکر و عمر مشکلی می شود و مشکلی اینگونه بود که پیامبر مشکلی اینگونه بود که ابوبکر کمی بالای حضرت عمر گویا که ظلم میکنن و وقتی از حضرت عمر ابوبکر بخشش میپرسند، حدیث در صحیح هست، حضرت عمر نمی بخشند گویا. و این حدیث هم دلالت به چی میکند؟ هم حضرت عمر هم حضرت ابوبکر از مبشرین بالجنه هستند، یعنی اگر چه تو اهل جنت باشی هم به هر حال تو انسانی بعضی مشکلی ها میشود،
مشکلی شدن باکی نیست، اما بعد از این یکدیگر رو نبخشیدن و باکی نه تمام عمر زندگی کردن، انا این گناه کبیره هست. بین همه مسلمان ها، بین همه خواهر و برادران مشکل شدنش ممکن است. اینجا بین ابوبکر و عمر هم مشکلی می شود و عمر حضرت ابوبکر رو نمی بخشند. سپس ابوبکر دویده به نزد پیامبر می آیند و کرتهشان را بالا کرده که زانویشان قریب نمایان بود و پیامبر به اطرافشان میگویند این حاضر با یک مشکلی نزد ما آمد و ابوبکر آمده میگویند که پیامبر الله، بین من و بین عمر مشکل شد و عمر مرا نبخشید و به نزد تو آمدم. در این وقت عمر به خانه حضرت ابوبکر می روند که دیگر من تو رو بخشیدم، مشکلی تمام شد. گویند نمییابند و به نزد پیامبر می آیند. وقتی به نزد پیامبر می آیند، پیامبر از غضب چهرهشان را یک طرف میکنند، یعنی از طرف عمر، یعنی خیلی به عمر غضب میکنند. اینقدر به عمر غضب میکنند و در چهرهشان نمایان میشود که حضرت ابوبکر میگویند من دیگر خیلی رحم کردم و دوزانه به نزد پیامبر نشسته میگویند من ظلم کردم. پیامبر الله، عمر نه، من 2 بار ظلم کردم نسبت او. یعنی به عمر این گونه سختگیری نکنید. پیامبر سپس میگویند وقتی من آمدم شما مرا دروغ شماریدید. ابوبکر تصدیق کرد و ابوبکر با مال و با جانش به من فداکاری کرد. شما دوست مرا یعنی ابوبکر رو به حالش میگذارید یا نه؟ یعنی این شهادت پیامبر بود در نزد عمر. چه خیلی میدانید حضرت عمر دیرتر اسلام آوردن و حضرت ابوبکر از عمر چند سال پیش. و پیامبر چه میگویند؟ به حالش بمانید این دوست مرا. پس از این کسی به حضرت ابوبکر سخت نمیرسید. و حتی عمر در اینجا به خاطر نبخشیدنشان از خطا که حضرت ابوبکر کردن وقتی می آیند، پیامبر در اینجا چی میگویند؟ وقتی دیگران مرا باور نکرد ابوبکر باور کرده بود. این رو به حالش مانید. و این چی هست؟ این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی حضرت ابوبکر رو دوست می داشتند و چه خیلی گفتم حضرت ابوبکر رو پیامبر به جای خود چندین بار گذاشتن، هم در نماز هم در مسئله های محاکمه. اما آنهایی که میگن نه اینها اشاره نیست، اینها اشاره نیست، ابوبکر را خود مردم اختیار کردن، اینها هم دلیل خود را دارن. از جمله دلیلی که مثلا بعد از مرگ پیامبر صحابه ها علل خصوص اهل انصار جمع می شوند و می خواهند سعد ابن عباده رو خلیفه گیرند و می گویند یک خلیفه از مهاجرین شود، یک خلیفه از انصار. لیکن حضرت عمر خطبه می خوانند و حضرت ابوبکر خطبه می خوانند که ما امیر می شویم، شما وزیر می شوید. و مردم از عمر شروع کرده با حضرت ابوبکر یک به یک بیعت می کنند. یعنی بعد از خطبه خواندن حضرت ابوبکر مردم جمع می شوند و بیعت می کنند. و از اینکه مثلا اهل انصار، اهل مدینه در جای جمع شده می خواستند سعد ابن عباده را به خود خلیفه گیرند، معنیش این بود که آنها یعنی 100% نفهمیده بودند که پیامبر بعد از خود حضرت ابوبکر را اعلان کردند. پس اینجا خواهران عزیز درباره اینکه چگونه حضرت ابوبکر به خلافت رسیدن 2 قول است در اهل سنت و جماعت. البته در شیعه ها به ظلم آمد، به زوری گرفت و این گونه گپ ها هست، اما در نزد اهل سنت و جماعت 2 قول است. یکی اینکه با اشاره های پیامبر سر قدرت آمدن، یکی اینکه نه، صحابه ها خود می دانستند که کسی به ابوبکر برابر شده نمی تواند، حضرت ابوبکر را به خود خلیفه گرفتند. و درباره خلافت حضرت ابوبکر که 2 سال زیاد دوام کرد و در آنجا جنگ با مرتدین شد و چگونه حضرت ابوبکر در این مدت خلافت خود حکم کردن، می توانید به کتاب های تاریخ برگردید. الله نصیب کند که یگان کتاب سیره پیامبر و این چونین سیره خلفای راشد را حداقل با هم بخوانیم خواهران عزیز، تا درباره تاریخ هم قوی شویم. اینجا با همین موضوع به آخر میرسانم و انشالله درباره خلافت حضرت عمر و حضرت عثمان و درباره خلافت حضرت علی کوتاه درس های دیگر گفته میگذاریم، الله نصیب کرده باشد. اینجا میتوانیم سوال و جواب کنیم.